سرخط مهمترین خبرها: فرمانده کل ارتش: دشمنان دیگر جرأت ورود به خلیج فارس را ندارند. ادعای نابودی توان نظامی ایران دروغ است. خبر خوشی که سالها منتظرش بودیم: لغو فوری تحریم‌های نفتی ایران در توافق جدید. افشای برآورد جدید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا: سلاحی خطرناکتر از هسته‌ای در دست ایران است. و اعتراف منابع عربی به قدرت ایران: جایگاه تهران به عنوان قدرت منطقه‌ای تثبیت شد. سلام عرض می‌کنم به سرویس خبری این ساعت از کانال رصد 24. خوش آمدید. با ما همراه باشید تا تازه ترین و مهمترین خبرها را از دست ندهید. ممنون از همراهی شما. امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش، با رد ادعاهای مطرح شده درباره نابودی توان نظامی ایران تاکید کرد که نیروی دریایی، هوایی، پدافند و توان موشکی کشور همچنان با قدرت در حال انجام مأموریت هستند و دشمنان دیگر جرأت ورود به تنگه هرمز و خلیج فارس را ندارند. وی با اشاره به ادعاهای مطرح شده از سوی طرف مقابل گفت: دشمن مدعی است توان دریایی، هوایی، پدافندی و موشکی ایران را نابود کرده است، اما این ادعا کاملا دروغ است. نیروی دریایی ارتش هم‌اکنون در فاصله 500 تا 600 کیلومتری سواحل دریای عمان با اقتدار در حال مأموریت و دفاع از منافع کشور است. فرمانده کل ارتش افزود: در جریان درگیری‌ها دشمن تنها یک بار وارد آب‌های منطقه شد، اما با واکنش مشترک نیروی دریایی ارتش، سپاه و نیروی هوافضا مواجه شد و ناچار به عقب نشینی و فرار شد. به گفته وی همین تجربه باعث شده است که دشمنان دیگر جرأت ورود به تنگه هرمز و خلیج فارس را نداشته باشند. سرلشکر حاتمی همچنین با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در میدان نبرد اظهار داشت: پدافند هوایی تا آخرین لحظه درگیر بود و پهپادها و هواپیماهای دشمن را وادار به عقب نشینی کرد. همچنین موشک‌های هوافضای سپاه و پهپادهای ارتش تا پایان درگیری‌ها فعال بودند و نیروی زمینی نیز در آمادگی کامل قرار داشت. وی یکی از دلایل اصلی ناکامی دشمن را خطای محاسباتی درباره ایران دانست و گفت: دشمن تصور می‌کرد ایران در ضعیف‌ترین شرایط قرار دارد، اما استقامت مردم و آمادگی نیروهای مسلح نشان داد که این برآورد کاملا اشتباه بوده است. فرمانده کل ارتش در پایان هشدار داد که هر گونه اشتباهی جدید از سوی دشمنان با واکنش سخت و قاطع روبرو خواهد شد و تاکید کرد که توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران همچنان در بالاترین سطح قرار دارد. یک کشوری، یک کسی تصمیم میگیرد تهاجم بکنه، یا نه یک کشوری تصمیم میگیرد دفاع بکنه. کشوری که میخواد تهاجم بکنه هدف گذاری میکنه، میگه من برای این تهاجم میخوام این اهداف رو برآورده بکنم. کشوری که میخواد دفاع بکنه قاعدتاً هدفی جز دفاع و ناکام گذاشتن اهداف دشمن ندارد. این جنگی که انجام شد، دشمن تهاجم کرد، ما دفاع کردیم، مقتدرانه دفاع کردیم، اما مظلومانه مورد تهاجم قرار گرفتیم. داشتیم صحبت میکردیم، داشتیم بحث میکردیم که مسائل مربوط به ملت عزیزمون رو حل بکنیم. هر دوبار در بین صحبت و مذاکره مورد تهاجم قرار گرفتیم. از این جهت مظلومانه بود، اما بسیار مقتدرانه دفاع کردیم. دشمن یه اهدافی رو اعلام کرده بود برای تهاجم خودش. معمولا هر جنگی یه هدف راهبردی سیاسی داره، یه اهداف نظامی داره. در هدف راهبردی این جنگ دشمن گفته بود که میخواهم مردم ایران تسلیم بشود. به اینم اکتفا نکرده بود، گفته بود میخواهم تسلیم بشود
جمهوری اسلامی رو میخواهم از بین ببرم و با وقاحت تمام همین رئیس جمهور جنایتکار امریکا موقعی که خبرنگار ازش پرسید آیا بعد از این جنگ نقشه ایران تغییر میکند یا نه، گفت بله، با وقاحت تمام. خب امروز کدوم یک از این اهداف محقق شده؟ در جنگ 12 روزه التماس کردن آتش بس کنیم، در این جنگ هم همینطور شد. همه جنایت ها را انجام دادن، اما هیچ کدام از این اهداف محقق نشد. امروز جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از هر روز دیگری به حمدالله در عرصه جهانی می درخشد. امروز مرزهای ما از هر روز دیگری مستحکمتر است. ما دیگه امروز نمیگیم یک وجب از خاک ما کم نشده. ما امروز میگوییم که دیگر کسی جرأت زدن این حرفها رو ندارد و نخواهد داشت. چرا دشمن هم در سطح سیاسی و راهبردی شکست خورد، هم در سطح نظامی شکست خورد. الان به دروغ میخواد بگه من در سطح نظامی شکست نخوردم، بلکه گاهی ادعای پیروزی هم میکنه، اما ادعای بیخودی است. در هر دو سطح شکست خورده. چرا اینجور شد؟ چون محاسبه غلط کرد، اشتباه کرد. محاسبه اول غلطشون این بود که گفتن امروز ایران در ضعیفترین موقعیت خودش است، چون حالا مثلا یه تعدادی از عزیزان ما در محور مقاومت شهید سید حسن نصرالله و تعدادی از عزیزان ما شهید شدن، پس ایران در ضعیفترین موقعیت است. البته به نظر من رژیم صهیونیستی با این توان اطلاعاتی که داره میدانست که این حرف دروغ است، اما تلاش کرد آمریکایی‌ها و دیگران رو فریب بده. این جنگ نشان داد که اگر اینطور فکر میکردن اشتباه میکردن، اگر اینطور فکر نمیکردن دروغ میگفتن. یکی از علتهایی که میگفتن ایران در ضعیفترین موقعیتش هست برآورد غلطشون نسبت به مردم ایران بود. مردم عزیز ایران، من هر چقدر نسبت به شما ادای احترام بکنم کم. واقعا نمیدونم ما باید چگونه نسبت به شما ادای احترام بکنیم. بخش بزرگی از این جنگ رو مردم اداره کردن. رهبر عزیز و شهید ما فرمودند مردم مبعوث خواهند شد و بعثت مردم جنگ رو تمام خواهد کرد. مضمون فرمایششون بود. همین جور شد. این 100 و چند شبی که مردم آمدن پیام مهمی رو به دشمن دادن. به دشمن گفتند که نه تنها در مورد باورهای ما، اعتقادات ما، غیرت ما، شجاعت ما اشتباه کردی، در مورد استقامت و تاب‌آوری ما هم اشتباه کردی. میگفتند که میخواهیم سواحل و جزایر رو اشغال کنیم. نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این سواحل طولانی خلیج فارس و دریای عمان مستقر شدند و به هیچ وجه دشمن جرأت نکرد وارد سواحل، حتی نزدیک سواحل ما بشه. نیروی پدافند هوایی ما هم مثل نیروی دریایی، مثل نیروی هوایی، مثل نیروی زمینی و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد تهاجم قرار گرفتن، آسیب دیدن، شهید تقدیم شد، تجهیزات آسیب دید، اماکن آسیب دید، اما همه محکم ایستادن و بخش قابل توجهی از قدرتشون همچنان چنان باقی است که باز هم دشمن وادار به تسلیم شد. نیروی پدافند هوایی تا آخرین لحظه به دشمن شلیک کرد و تا آخرین لحظه پهپادها و هواپیماهای دشمن یا فراری شدن یا ساقط شدن.
موشک‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا آخرین لحظه به دشمن شلیک شد. پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه، تا همین اواخر، این آخرین درگیری، ما شلیک‌های متعدد از همه نیروها داشتیم. نیروی زمینی شلیک کرد، نیروی هوایی شلیک کرد، نیروی دریایی شلیک کرد، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم شلیک کردند. گفتن پدافندشون رو از بین بردیم. پدافندی که از بین میره اینطوره. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اون حماسه هایی که با خلبانان شجاع و عزیز ما آفریدن، از F5 که معروف شد، از سوخو 24 که خود امریکایی ها گفتن ما در العدید، البته به نظرم دروغ گفتن، خیلی تلفاتشون بالاتره، گفتن ما 13 کشته دادیم که 6 داشت در بمباران همین ها اتفاق افتاد. تا آخر جنگ هم با هواپیماهای بدون سرنشینشون شلیک کردن. و این رو من به شما عرض میکنم، نه تنها همه نیروهای ما الحمدلله سر پا سر حال آماده شلیک کردن هستن. نیروی زمینی کمتر درگیر شد، با کمتر درگیر شدنش اثبات کرد که نیروی قدرتمندی است و دشمن اگر بیاد همین اتفاقی میفته که در دشت مهیار اتفاق افتاد. در 10 جا همینجور در کمین دشمن بودن، اما دشمن جرئت نکرد بیاد. یه جاهای ما واقعا تلاش کردیم که بیاد، اما جرئت نکرد بیاد. منتظرش بودیم، نیومد، جرئت نکرد بیاد. بعدا هم دیدید گفتن که ما میرفتیم هم تلفات زیادی باید میدادیم، هم باید جنگ طولانی رو انجام میدادیم. اینا حداقل ها بود. بلایی سرشون میومد که حیثیتی که براشون الان نمونده تو دنیا، اون باقی مونده‌ش هم از بین میره. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در 500-600 کیلومتر سواحل دریای عمان مقتدرانه دفاع میکند. همین ناوهایی که اسمش رو می آوردن، خیلی با تبختر از اونها یاد میکردن، فقط یک بار وارد آبهای ما شدن و اون یک بار هم مورد هجوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن، هم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتن، هم نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتن. خواستن بیان یه طرحی رو اجرا بکنن، تنگه هرمز رو باز کنن. در رفت و برگشت مورد هجوم قرار گرفتن. در برگشت ما با موشک‌های کروز نیروی دریایی و پهپادها شلیک‌های متعدد کردیم و آنچه که حالا گفتن از قول ناسا پخش کردن اینا، آتش رو دیدیم روی اینها، به نظر من مورد اصابت قرار گرفتن و همینقدر بس که دیگه نیامدن. همین نیروی دریایی که مدعیان از بین رفته ایستاده و اینها وارد دریای عمان نشدن، تنگه هرمز و خلیج فارس و اینها که جای خود دارن. به حمدالله امروز همه کشور تولید میکنن، در بخش خصوصی، در ارتش جمهوری اسلامی ایران، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در صنایع دفاعی، همه اینا رو سعی کردن هر چی میتونن بمباران کنن. اما به توان ما در دوره جنگ به میزان قابل توجهی افزوده شد. ما آماده بودیم هر مقدار جنگ طول بکشه شلیک بکنیم. هم داشتیم هم تولید میکردیم. در تولید اتفاقات عجیب افتاد. در همین ارتش جمهوری اسلامی ایران یه گروهی که پهپاد تولید میکردن که نصفشون همکاران و همرزمان نظامی ما بودن، نصفشون بچه‌های غیر نظامی بودن، دانش بنیان بودن، از بیرون بودن. جای اول بمباران شد، رفتن جای دوم تولید کردن. جای دوم بمباران شد، رفتن جای سوم تولید کردن.
جای سوم بمباران شد، رفتن جای چهارم تولید کردن. امروز نه تنها ملت ایران تسلیم نشده، بلکه در جاهای مختلف از جمله تو همین تعدی اخیر به لبنان عزیز، به حزب الله عزیز، شما دیدید که اراده جمهوری اسلامی ایران به اینها تحمیل شد. پس بدون تردید دشمن در سطح سیاسی و راهبردی شکست خورد. مدعی در سطح نظامی من پیروز شدم. دیدید بارها میگه که امروز ایران نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، نیروی پدافند نداره، نیروی موشکی نداره و همه اینا رو من از بین بردم. و البته این حرف علمی است. اگر میخواست اون اهداف رو محقق کنه باید همین کارو میکرد. باید این نیروها از بین میرفتن تا جمهوری اسلامی از بین میرفت، تا تمامیت ارضی ما مخدوش میشد. چرا نشد؟ چون این حرف دشمن هم دروغ است. خبر خوشی که سالها منتظرش بودیم، لغو فوری تحریم‌های نفتی ایران در توافق جدید. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق مهم افزایش یافته است، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه از جزئیات تازه‌ای پرده برداشت که می‌تواند یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی سالهای اخیر برای ایران باشد. بر اساس این گزارش، در صورت نهایی شدن توافق، تحریم‌های نفتی ایران بلافاصله پس از امضای توافقنامه اجرایی لغو خواهد شد. اقدامی که می‌تواند مسیر صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی را به سرعت هموار کند و درآمدهای ارزی کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. منابع مطلع اعلام کردند که بسته معافیت‌های پیش بینی شده تنها به فروش نفت محدود نمی‌شود، بلکه شامل خدمات بانکی، حمل و نقل دریایی و بیمه نفتکش‌ها نیز خواهد بود. سه حوزه کلیدی که در سالهای گذشته از مهمترین موانع صادرات نفت ایران محسوب می‌شدند. کارشناسان معتقدند بازگشت بانک‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و مؤسسات بیمه بین‌المللی به چرخه تجارت نفت ایران می‌تواند صادرات نفت کشور را تسهیل کرده و زمینه افزایش حضور ایران در بازار انرژی جهانی را فراهم کند. همچنین دسترسی آسان‌تر به درآمدهای نفتی می‌تواند تأثیر مهمی بر تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. افشای برآورد جدید سازمان اطلاعاتی آمریکا، سلاح خطرناکتر از هسته‌ای در دست ایران است. رسانه آمریکایی CNN به نقل از منابع آگاه از ارزیابی‌های تازه نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد که جنگ اخیر معادلات راهبردی منطقه را به شکل قابل توجه تغییر داده و ایران اکنون به ابزاری دست یافته که برخی مقامات آمریکایی آن را قدرتمندتر از هر سلاح هسته‌ای توصیف می‌کنند. بر اساس این گزارش، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به این جمع‌بندی رسیدند که ایران توانسته قابلیت مؤثر برای کنترل و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کند، گذرگاهی که بخش مهمی از تجارت انرژی جهان از آن عبور می‌کند. به گفته منابع آگاه، تجربه جنگ اخیر نشان داده است که تهران در صورت لزوم می‌تواند بر جریان عبور و مرور در این آبراه راهبردی تأثیر بگذارد، موضوعی که از نگاه تحلیلگران آمریکایی پیامدهای فراتر از یک بحران منطقه‌ای دارد. یکی از منابع مطلع در گفتگو با CNN مدعی شده است که ما عملاً کنترل تنگه را به ایران داده‌ایم، سلاحی که از هر سلاح هسته‌ای قدرتمندتر است. این ارزیابی بر این باور استوار است که توانایی تاثیرگذاری بر یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان می‌تواند به اهرم فشار کم سابقه در معادلات ژئوپلیتیکی تبدیل شود. در بخش دیگری از این ارزیابی‌ها آمده است که ایران در جریان درگیری‌های اخیر توانایی خود در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی منطقه را نیز به نمایش گذاشته و اکنون این قابلیت به عنوان یک ابزار بازدارنده و نامتقارن مورد توجه محافل اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته است. همزمان کارشناسان صنعت کشتیرانی هشدار دادند که حتی در صورت اجرای شدن توافقات جدید و بازگشایی کامل مسیرهای دریایی، نگرانی‌های امنیتی و ابهام درباره آینده منطقه ممکن است برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها بر تردد کشتی‌ها و بازار جهانی انرژی سایه بیفکند.
این گزارش در نهایت تاکید می‌کند که ارزیابی‌های جدید اطلاعاتی آمریکا پرسش‌های مهمی را درباره توانایی ایران در اثرگذاری بر اقتصاد جهانی مطرح کرده است، موضوعی که به اعتقاد برخی تحلیلگران از محدوده پرونده هسته‌ای فراتر رفته و به یکی از مهمترین چالش‌های راهبردی واشنگتن در سالهای آینده تبدیل شده است. و اعتراف منابع عربی به قدرت ایران، جایگاه تهران به عنوان قدرت منطقه‌ای تثبیت شد. رویترز و منابع حوزه خلیج فارس به آشکار شدن قدرت ایران در جنگ اخیر و تثبیت جایگاه منطقه‌ای کشور اذعان کردند. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشت جنگ محدودیت‌های قدرت آمریکا و میزان مقاومت ایران را نشان داد. در این گزارش آمده است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در برابر پیامدهای جنگ علیه ایران رها شدند. المسیده همچنین به نقل از منابع حوزه خلیج فارس گزارش داد که توافق ایران با آمریکا عملاً باعث آغاز روند شکلگیری مجدد ایده راهبردی کشورهای حوزه خلیج فارس شده که در نهایت به کاهش اعتماد به حمایت‌های آمریکا خواهد شد. آنها بیان کردند توافق مذکور جایگاه ایران را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دائمی تثبیت می‌کند و مسیر حرکت به سمت توافق به جای درگیری را تسریع می‌بخشد. سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این بسته خبری همراه ما بودید. تا خبرهای بعد، شب و روزتان خوش.